ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم پنجم، گفتاری 132. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. حکومت ما فی الضمیر خود را ضمناً و کسانی که برای اصلاحات به تازگی به سری کار آورده بود معلوم کردن گرفت. از این جمله به قاضی میرزا محمد شریف احتیاط به حرکت را توصیه نمود. نصرالله بی قشبیگی به قاضی کلان معلوم کرد که عبدالصمد خواجه رئیس با ترقی پروران و خصوصاً با فطرت مخالطت داشته است. معلوم کنید که از این قسم آدم ها قطع مناسبت نماید و حالان که فطرت در آن اثنا و بخارا نبود. پس معلوم می شود که این تنبیه قشبیگی فقط برای اظهار ما فی الضمیر خود و حکومت بوده است و این چنین در روزی که میرزا محمد شریف را یرلیغ قاضی کلانی داده بودند، قشبیگی به قاضی کلانی مذکور از وجه اصلاحات دور و دراز صحبت کرده، البته به وقوع آمدن اصلاحات را مقرر نموده مطابق این خواهش جناب عالی حرکت کردن را توصیه فرموده بود. بعد از این رسم تارتوق و پیشکش مرفوع قطعی بودن را فهمانده، از تارتوق شکرانه کردن نیز منع کرده بود و حالان که بعد از چند روز لزومی تارتوق شکرانه را افاده نمود. والحاصل از حرکات ثانوی حکومت به خوبی معلوم می گردید که به نام اصلاحات یک سپارش مقرری از جناب عالی می براید. به عمل آوردن آن سپارش مثل سپارش های سابق به دست مأموران است. طبیعی مأموران این سپارش را نیز مثل سپارش های پیش به تاقچه نسیان خواهند گذاشت. یک اتفاق عجیب یا حسی قبل الوقوع. در سنه 1329 هجری با عبدالصمد خواجه صدور به وقتی که در چارجوی قاضی بود مصاحبت هم اتفاق افتاده بود. در اثنای صحبت سخن از اصلاحات بخارا و احوال اهالی به میان رفت. فقیر گفتم گمان می کنم که اصلاحات بخارا تا عهد ریاست جناب شما موقوف است. هرگاه که جناب شما در بخارا رئیس شدید انشاءالله بخارا اصلاح می یابد. عبدالصمد خواجه در جواب گفت شما مقرر دانید که هرگاه جناب عالی مرا در بخارا رئیس کنند علما در 15 روز مرا زده پیش خواهند کرد. وقتی که عبدالصمد خواجه
به بخارا رئیس شد، فقیر برای تبریک و تهنیت یک بار به حضورش رفت. پس از آن به سبب بعضی ملاحظات ترک رفت و آمد کردم. وقتی که در نیت حکومت تبدل نمودار شد، رئیس مرا به حضور خود دعوت کرده و تأثیرات چند روزه اش را حکایت نموده، آن مصاحبت 1329 را در یادم آورده گفت: همان خیال حقیقت می شدگی بر این به نظر می آید. واقعاً در سری 15 روز، چنانچه تفصیلش در پایان خواهد آمد، عبدالصمد خواجه را زده از ریاست طرد کردند. اعضای الچخانه روس میلر و شولکه هر روز برای مذاکره مسئله اصلاحات در بخارا می آمدند و تحت منار به حوری پادشاهی به ایشان منزل داده بودند. در روزهای آخری سستی مسئله اصلاحات را ایما و اشاره می کردند. چنانچه روزی چند نفر از ترقی پروران را به حضور خود آورده میلر مصاحبه کرد. از نتیجه مصاحبه همین معلوم شد که همه وعده ها بچه یغلمه آی مامانی سنگه آری بیرمن، یعنی اظهار کرد که بخارا انشاءالله در آینده اصلاح می شود. هر وقت که کار اصلاحات شروع کنیم شما به ما یارمندی خواهید کرد. همین مصاحبه از سوی نیت الچخانه بود، زیرا به سبب همین مصاحبه اهالی مقرر کردند که سبب و باعث اصلاحات خواهش ترقی پروران بوده است. بنابراین می گفتند که در واقع اگر خواهش امیر و حکومت روس در اصلاحات نباشد، این یک مشت ترقی پروران را به یک شورش نیست و نابود خواهیم کرد. یکی از دوستانم که با الچی زیادتر مصاحبت داشت و از اصلاحات خیلی امیدوار بود، در اواخر حال تأثیر مصاحبش را به یک کلمه خلاصه کرده گفت: دام الله، اصلاحات بخارا همین است که قاضی و رئیس نو شدند، دیگر کار به نظر نمی آید. فقیر گفتم: ذاتاً من اصلاحات بخارا را به شرایط حاضره ممکن نمی دانم. بنابراین به سخنهای الچخانه و قشبگی فریفته شده از پس این کار گشتن شما را بی نفع بلکه ضررناک می دانم. زیرا قاعده ارباب حکومت بخارا این است که کاری را کردنی شده کسی را خود در میدان می اندازند. وقتی که از آن کار رأیشان منقلب شد، در سری آن کسی که خود در میدان انداخته اند بلاها می آرند. چنانچه همین نصرالله بی قشبگی در وقت فتنه ایرانی و بخاری خود مأمور فرستاده عسکری روس را به داخل بخارا دعوت نمود. بعد از آن که از این کار امیر عبدالاحد خان مؤاخذه کرد، نصرالله بی همان شخصی را که خود برای دعوتی عسکر فرستاده بود گناهکار شمرده زجر کرده حبس کردنی شد. آن شخص بنابر رأیه روس بودن از این حبس و زجری بی موقع خلاصی یافت. یک نظر به احوال ترقی پروران بخارا. چنانچه در بالا بیان یافت، ترقی پروران بخارا از انقلاب کبیر روسیه خیلی امیدوار بودند.
اوایل حرکات ایلچیخانه و حکومت بخارا در امید ایشان افزوده بود. روزی که مسئله اصلاحات بخارا برآمد، آرزوی یگانه ترقی پروران یک علم بیرق برداشته نمایش شادیانه کردن بود. برای علم حاضری دیده همه همتشان در چگونه گذرانیدن روزی نمایش مصروف بود. کسانی که از احوال روحیه مردمی بخارا خبر داشتند در منع این قسم حرکت کوشش می‌کردند. چنانچه فضل الدین مخدوم که یکی از مؤسسان شرکت برکت است، در مسئله بیرق اختلاف کرده از فرقه ترقی پروران اعراض کرد. میرزا عبدالواحد و عبدالرؤوف فطرت در بیرق نبرداشتن و نمایش ناکردن وعده داده فضل الدین مخدوم را باز در بین خود کشیدند. چون مسئله اصلاحات شدت پیدا کردن گرفت، مسئله بیرق نیز در بین مردم شهرت یافت. وقتی که به حرکت اصلاحات پروری حکومت سستی پیدا شد، عکس الحرکت خواهان همین بیرق برداری را علامت حرکت خود قرار دادند. شنیدم که عکس الحرکت خواهان می گفتند اگر ترقی پروران به مناسبت فرمان امیر بیرق بردارند تا یک قطره خون داریم به مقابلت ایشان می ریزیم. از بس که ترقی پروران از فقیر قطعی علاقه کرده بودند و تهیه های خود را مخفی می داشتند، به ایشان مصلحت نشان دادن را مناسب نمی دیدم. ما ذالک به میرزا عبدالواحد که دیر باز حقوقی شریک درسی و آشنایی داشتم و همان روزها برادرم حاجی سراج الدین مدرس به خانه میرزا عبدالواحد بیمار افتاده بود، به عیادتش رفته به این مناسبت به میرزا عبدالواحد گفتم که شمایان در مسئله اصلاحات خیلی اهمیت داده حتی بروز فرمان امیر نمایش شادیانه کردنی بودیتان. کسانی که در مقابل شمایان هستند می گفتند که اگر ترقی پروران نمایش کنند و بیرق بردارند تا یک قطره خون داریم مقابلت خواهیم کرد. بنابراین به خاطر من می رسد که در این کار با احتیاط حرکت کردن لازم است. بیرق برداری کاری مهمی نیست. برای یک امر غیر مهم سبب عکس الحرکت شدن کاری آدمی عاقل نیست. میرزا عبدالواحد گفت هر کس ما را کشتنی باشد 2.5 میلیون آدم را می کشد. ما نیز در آن میان مقتول می گردیم. ما به خود قرار داده ایم که هر چی شما گویید عکس آن را می کنیم. مادام که شما بیرق نبرداریتان می گویید ما خواهیم برداشتن. براستی این مصاحبه برادرم حاجی سراج الدین مدرس شاهد است. فرقه‌ای که یکی از بزرگان او به توصیه دوستانه به همین درجه دور از منطق معامله می کند، از آن فرقه چه خیر و صلاح امید کرده می شود. بعد از این عهد کردم که به ایشان چیزی نخواهم گفت، زیرا هر چیزی را که صلاح دانسته گویم به عکسش عمل خواهند کرد. توصیه خیرخواهانه من سوی نتیجه خواهد داد. ذاتاً بین فقیر و سایر ترقی پروران بخارا مصاحبه خصوصی هم کم اتفاق می افتد، چه جایی مشاوره های سیاسی. چون حکومت بخارا یک درجه مسئله اصلاحات را به میدان انداخته بود، بی سببی و کاری سکوت کرده نمی توانست. خصوصا در این باب با وزارت خارجه روس چند تلگراف رد و بدل شده بود و از جمعیات مسلمانان روسیه هر روزه تلگراف تبریک و تشویق به اصلاحات به جناب عالی می رسید. امیر نیز به همین زمین جواب میداد. جریده های روسی و مسلمانی
مسئله اصلاحات بخارا را وسیله کرده مخاره ها می نوشتند، راه ها نشان می دادند و تشویق ها می کردند. بنابراین لازم بود که لااقل حکومت بخارا در این باب یک فرمان برآورده و فعل آوردن مندرجات فرمان را به رأی اکثری حواله کند. این نقطه از متن فرمان به خوبی معلوم می شود. هرگاه که کار به رأی اکثری حواله شود آسان می گردد، زیرا رأی اکثری و سویه معلومات سیاسی، اجتماعی و اخلاقی ایشان معلوم است. علاوه بر این به یک اشاره انتظامی حکومت همه در ممانعت قیام خواهند کرد. به این وسیله مسئله اصلاحات بخارا باز تا حاضر شدن افکار عمومیه به عبارت دیگر الی ما شاء الله موقوف و منسی خواهد ماند. علما و سپاه و مأموران خرد و بزرگی دوایر حکومت وسیله می جستند که به بهانه اختشاشی پیدا شده هم اصلاحات موقوف ماند، هم تغییر و تبدل در ارکان حکومت افتاده ایشان بهره یابند. سرخیل این گروه قاضی کلان معزول میر برهان الدین میرزا نظام الدین خواجکی به سبب ممانعتش به اصلاحات به قرشی مأمور شده بود و مصنف قاضی غژدوان بودند. اما امیر و نصرالله بی قشبیگی سعی می کردند که اختشاش پیدا نشود، زیرا اگر غرض موقوف گذاشتن مسئله اصلاحات باشد از غیر اختشاش ممکن بود و اسباب این را حاضر کرده بودند. از اختشاش شخص ایشان متضرر شدن احتمال قوی بود. بنابراین جدی کوشش داشتند که اختشاش پیدا نشود. لیکن از این قبیل سیاست‌های دورویه در امثال این موارد غالباً نتیجه خوب نمی‌دهد. در این مورد همان نتیجه بد را داد، زیرا موقع قشبیگی بسیار نازک و بارش خیلی وزنین بود. از بس که اول وعده بزرگ از اصلاحات داده بود، ترقی پروران خیال پرست به آن وعده ها بنا مانده سرگرم امیدواری و بیرق‌سازی بودند و به اندک اشارت امید اینها منقطع نمی شد. بی صبرانه روزی صدور فرمان همایون را منتظر بودند و مخالفان از حرکت‌های سابق قشبیگی گمان می‌کردند که قشبیگی اصلاحات را جداً خواهش دارد. به اشارت‌های ثانوی قشبیگی هرچند مردم در عکس الحرکت حاضر شدند، اما در قشبیگی اعتمادشان نمانده بود. قشبیگی از افکار عمومیه خارج ملاحظه کرده جسارت نداشت که فاشافاش گوید اصلاحات بخارا الان نخواهد شد. بنابراین سببها به اندک بلوا سکوت قشبیگی محقق بود. علال خصوص که مثل میرزای ارگنجی رقیب و مثل میر برهان الدین دشمن داشته باشد، به اندک بلوا تاب آوردن نتوانستنش مقرر بود. از طرف دیگر به سبب سیاست‌های دورویه اعتماد ترقی پروران را هم از خود زائل کرده بود. قشبیگی برای کتمان ما فی الضمیر خود یا به خواهش استبداد طبیعت با کسی از ارباب حکومت مشورت نمی کرد. حتی به قاضی میرزا محمد شریف که در روزی به قاضی کلانی منصوب شدن خیلی حرف ها زده و توصیه ها کرده بود، از وقوعات یومیه چیزی معلوم نمی کرد. روزی که برای اعلان فرمان همایون قاضی کلان را به ارک عالی دعوت کرد، هنوز از مندرجات فرمان و به چی طریقه ترتیب یافتنی آن روز چیزی نفهمانده بود.
اکثر حرکت خواهان سرگرم کار و حاضر کردن مردم بودند. در شهر و صحرا به مردم القاءات دروغ می کردند و می گفتند چند نفر جدید و چند نفر ایرانی می خواهند جناب عالی را بیکار کنند و بیرق برداشته به ارک عالی هجوم نمایند و حریت کنند. حجاب زنهای مسلمانان را بردارند و محکمه های شرعی را تبدیل کنند. در زمین های ملکی حور اولپان وضع نمایند. پس لازم است که در روزی بیرق برداشته هجوم کردن ایشان برای محافظت حکومت اسلامی برخیزیم و این یک مشتی بی سر و پا را از میان براندازیم و کذا و کذا. حال بدین منوال بود که روزی مسعود یا خود روزی منحوسی اعلان فرمان همایون رسید. روزی پنجشنبه بعد از ظهر 27 جمادی الثانی 1335 هجری ماموران قشبیگی، قاضی کلام، رئیس و جمعی سرکردگان و مفتیان و قریب 40 نفر از تجار را برای ساعت 10 روز جمعه 28 جمادی الثانی به ارک عالی دعوت کردند. هنوز مدعوین از سبب دعوت رسما و یقینا خبر نداشتند، اما به افواه ناس دعوت برای اعلان فرمان همایون بودن شایع شده بود. روز جمعه به ساعت موعود مدعوین به ارک عالی حاضر شدند. امروز قشبیگی از ترقی پروران نیز چند نفر را دعوت فرمود. همه حاضرین به مهمانخانه رحیم خان تاریخی به ترتیب معین نشستند. ارکان الچیخانه و چند نفر از هیئت اجراییه شهر کاگان نیز حاضر بودند. از سمرقند برای تهنیت امروز مفتی محمود خواجه بهبودی، قاضی حیدربیک و یک نفر اروپایی نیز حاضر شده بودند. بعد از آماده شدن مجلس امیر آمده در پیشگاه مجلس نشست. بعد از دعای مختصری قشبیگی فرمان همایون را از جیب خود برآورده به قاضی کلان داده به خواندن امر فرمود. قاضی کلان به پای برخاسته به آوازی بلند به خواندن فرمان شروع کرد. امیر و سایرین همه به شرف شنیدن فرمان تاریخی برخاسته به پای ایستادند. فرمان همایون این بود. نسخه فرمان را عیناً در اینجا نوشته می شود. هو المستعان. شفقت و خیریت عمومی فقرایان خود را ملحوظ خاطر گردانیده، ابتدا بریزای عموم و خواهش ملت نموده اقدامات می نماییم که اداره های حکومتی ما به اصلاحات واسع بر وفق ترتیب اجرا گردیده رفتارهای خودسرانه و افعالهای سابقانه را برهم دهانیم. گوشزدی خاطر فقرایان خود می گردانیم که جمعی اصلاحات و تبدلات اداره های حکومتی ما بر وفق شرع شریف شده. آرزو داریم که عمومی فقرایان ما به این طریقه اقدامات یارمندی و اعانت رسان باشند که به نور علوم ظهور تمدن و ترقی گردیده باعث ضیا و انوار بخارا گردد. اولا اقدامات ما برای اصلاحات قاضی خانه ها
و استیفا و اخذ حصت الخراج و زکات و دیگر حق سلطانی و ترقی صنایع و تجارتی مملکت مخصوص با دولتی قوی شوکتی روسیه بوده و به جمیع عملداران و مأمورین و خدمتگاران دولتخانه مواجب مخصوصی معین مقرر کرده برای بر سبیل عدل خدمتگزار شدن آنها مفتش مخصوص تعیین نموده و دیگر طریق انعامات سابقی هر کدام فراخوری احوالشان داشتگی را مسدود نمودیم. ما باید جمیع اقدامات و اصلاحات و ترویج و ترقی علوم و فنون خود را بر وفق شرع شریف به عمل آورانیم و برای منافع و آسایش رعیگان خود که و پایتخت ما استقامت دارند خواهش داریم که عمومی ملت ساکنین پایتخت از بین خودها اشخاصانی صاحب مشورت و منور الافکار را انتخاب نموده تأسیس و تشکیل مجلس کرده برای اصلاحات و ترقیات و تنظیم و حفظ و صحه پایتخت سعی و اجتهاد نماید. الوقت لازم می دانیم که البته یک خزینه خانه حکومتی کشاده قرار می دهیم که حساب خرج و مداخل معینی مملکت را به دولت خانه ما لازم و ضرور گرداند. برای عمومی رعیگان ما لازم دانسته خصوص جمیع اجتهادات و امورات را به وقتش طبق کنانیده به مملکت بخارا برای خیریت و بهره‌مند گردیدن نشر کنانیدن تعیین نمودیم که به پایتخت ما که بخارای شریف است مطبعه بنا کرده می شود، چون که مطبعه برای طبع کنانیدن تصنیفات و تألیفات و نشریات و اخبارات منافع عموم گردیده و اخبارات ضروریه را بخاریان اطلاع می یابند. ذات ما برای فقرایان خود بذل همت و سعی موفور داریم که در آینده اجرای امورات اداره های حکومتی ما به قدری لازمه معین می گردیدگیش به اتفاق و مشورت جمعیت جاری شده به منافع فقرایان ما شود. بنابر سبب خوشبختی مساوات حامی ما که دولتی قوی شوکتی روسیه اند، ذات ما رأی داریم که از محبوسانی به حبسخانه ما خوابیدگی بریزای فقرایان وطنی مألوف محبوسها از قید مرخص می گردانیم. یوم جمعه 28 شهر جمادی الثانی سنه 1335 هجری. اصل این نسخه به دارالسلطنه بخارای شریف مزین به مهر کلان امیر بخارا سید امیر عالم ابن سید امیر عبدالاحد گردیدگی می باشد. شما گفتار 132 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.